قلعه پرتغالی ها و الهه نمک رو با هم دیگه دیدیم. در ادامه میخوایم بریم غار نمک، یه جای مرموز دلنشین زیبا، و در ادامه میخوایم بریم دره ستارگان، جایی که واقعا ارزش دیدن رو داره. حتی یه سفر فقط برای این دره باید برید بچه ها، جایی که صخره به دریا میرسه. پس همراه من باشید تا انتهای ویدیو و ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. خانه زنه باشم بکنیم؟ نه مرسی. چی؟ یه نه خورد بمون گیر به گیر دیگه همیشه بگیر با این همش مواد معدنی بد نیست. دیگه بیشتر نمیشه. همین قد ها دیگه بچه ها واقعا دیگه باید سینه خیز برم. نمیدونم تا کجا میره و منم شرایطشون ندارم. بریم. سلام. 1 2 سرفصل خبرها. من سری قبلی با محمد اومدم کلی ویدیو گرفتم ولی نه برای یوتیوب، ولی بعضیاش واقعا خوشگله، اونا رو هم قاطی این یعنی ویدیو میذارم. اگه دیدید یه این محمد ظاهر شد شلوغ شد تعجب نکنید، چون خیلی قشنگ بود میذارم براتون. حالا اینا رو هم ببینید بچه ها. الهه نمک که رفتم اون ور بهتون نشون دادم، این ور کوهشه همونه. پس ما از این مرحله گذر میکنیم، ویدیو تکراری نشه. خب از شلوغیا اومدیم بیرون. عرضم خدمتتون که اینجا دره ستارگان
و الان میخوایم بریم اونجایی که 10 بار گفتم اسمشو، محل طلاقی صخره و دریا. عارضم خدمتتون که اینجا که میبینید خلوته واسه این که تابستونه و فیلم های در زمان شلوغی من از اینجا گرفتم که با محمد هستیم. اینا هم قشنگه، لابلای اینا میذارم برای این بار هزارم که میگفتم آقا جون اگه دیدین شلوغه فکر نکنین اینجا عوض شد. ببینین منظره رو یا طبیعت باشه، خیلی قشنگه. نوشته که خاک‌های رنگی اینجا نبرید. جزیره هنگام یه تیکش خاک نقره‌ای داشت. اون تور لیدر میگفتش که اینقدر بردن خاکاشو تموم کردن، هیچی نذاشتن. حالا اگه نه به مردم باشیم این کوه رو میکنن، برای آکواریوم میبرن فکر کنم. یه دونه میزنی صداش بیشتر میشه. بیا چند تا منجم خیلی ممنون. ببخشید معذرت خواهم. پول المحشر درست کردم. وحشت پول المحشر درست کردم. پول وحشت گفتم شاید میم شد خواستید ببینیدش. برو بخشید نه بچه‌م. بخشید
مقصد بعدی بریم پایین لب دریا با موتور. نگاه کنید چقدر قشنگه. ساحل و موجای دریا. جا میخوام با موتور لب ساحل برم، اگه بشه که خیلی خوبه. تست کنیم. البته این موتور ضعیفه، احتمال میدهم نتوانم، ولی خب خدا را چه دیدی، شاید شد. برا تو میتونی برا. بعد برم میکنم بالاتر. نمیره. بچه اینجا قشنگ میتونید شنا کنید، کسی هم نیست. حتی در زمان شلوغی هم نگاه اونجا خانومن اونجا دارن شنا میکنن. ما بریم این بر. حتی در زمان شلوغی هم کسی اینجا نمیاد. اینجا مخصوص شنا کردن اینجور چیزا هست. به پایان آمد این دفتر، بدشی حکایت همچنان باقیست. نرید بیرون ها، هنوز مونده. آهو میخوام نشونتون بدم. آهو. بچه ها بگید که غار نمک یا دره ستارگان. یه رأی بدین، لازم دارم. تانکی یو. جزیره هرمز، واحد اقامتی اجاره‌ای. شبی 500 تن، 2 نفریم شد نفر 250. نمیشه. نه آقای محمد آقا دستی کمده دارم خودم میگیرم. آقای محمد آقا زیر پوشت بو پوش. نگیر. میخوایم بریم موتور سواری دور جزیره همراه با وحید و من. بگولی. بیا جان مادرت بیا، جان مادرت بیا، بیا جون مادرت بیا. خدا بیا. گاف تو مالره. زورش نمیرسه موتوره. سرعت بگیر، سرعت بگیر. آسانه بایی سره تک نفره. آره ترک هستم نمیرسه. چیزی بگیر، سرعت بگیر کلا رو 10 تایه. بذار رو 10. آنانا برو از کنار شد بگیرمش. آروم کنم. آن رفت تو درختا. آجی اینا نمیشه اینا رو بگیرم بخوره.